فراد تو درم اینجا ایستاد. باران در کجا؟ باران در کجا؟ اسلم در رو خلف کن، هیچ کس به خانه نداره. نسرین هم در با ما. اینجا بیا جانکم. نترس جان بیبی. پسرم تو چی کار کردی؟ باران رو از اینجا، زود از اینجا برو. رو مادر جان، من مادرم نرسید. با مادرم چی کار کردی؟ مادر جان. باران پسرم چی کار کردی؟ تصادفاً شد امک. شد پسرم، آرام شو، مرا انتظار شو، آرام شو. نسرین چی شد؟ نسرین اکا باران، اگر من نمیدم میپرم. فراد برجیانت مشغول شو. نسرین دختری خاله آرام شو. سلاح رو در کجا موندی؟ سلاح را پنهان کردم. در کجا؟ در مابین کرسی ها پنهان کردم. نترس بچم. حاضر مادرت می آید. نترس پسرم، هیچ چیز نشده است. خدا تو را زند. با مادرم چی کار کردی؟ دمت رو گیر. چی داد میزنی؟ زودتر رفته با اکی عکیب خبر ده. شد من خوبم. تو رفته عده رو بین یکون دیوانگی نکنم. من بیهوده ترسیدم، همگی خراشیده است. چه خیل خراشیدن؟ مادرم را قریب کشته. مایا فراد تو خواهرت رو بیارون برار. یاری تجیلی را جیغ زنید. خدا غم شما را خورده است. زود شما میابید، نترسید. بس لعنتی، خانه رو بازار کردید. من از این مادرت رو خدا جزای شما را دیاد. نترس پسرم، اما که در همین جا شد. آرام شو شیر بچه من. از درس قریب کودکم را می افتاندم. آمینه تو در کجا بودی؟ مادر جان با آسی مشغول بودم. روزگر با تو شیر جوشاندم، بینوش. پسرم چه شد بچم؟ ملک از اون دختر را فریاد کن. زن زدم ولی مشغول بود است. کمی پس می آیم گفت. خدایا ما را حمایت بکن. اکا چی کار میکنیم؟ اگر اونو شکایت کنم چی؟ تو پریشان نشو دختر خاله، هیچ چیز نمی شود. تو هم به پایان فرا. من خوبم، غمگین نشوید. چی در غمگین نشویم؟ با احوالاتو نگاه کنید. روزگر در کجا؟ او سخت ترسیده است. فوراً او را یابید. حاضر من میابم. مادر جان خسته میتوانید بیاید به اینجا گذارید. مایلش ایستا. جنابی کندال، چه شد زنک؟ با کودک چیزی شد. چه شد؟ میلرزد، نفسش میگیرد. مادرم میگوید که به دختر من برید. با شما بچم روزگر بچم با من نگرد. روزگر یک طرف بیست کمی هوا کشد. مادر جان دوره روزگر در کجا؟ در آنجا در سمکه. در کجاست؟ در کیسه درون. ایستا. مادر جان شما نجوم بید، آدم میابد. در کجا باشد؟ شما چه تمرادم هستید؟ اول مادرم رو پروندید، اکنون دادرم رو. بس هست، با پایت سنگ افتاد باری من میکنی. با اینجا نامده وکالت نامه را روان میکردی، هم به این دوچار نمیشدی، هم در دستت پول میشد.
روزگار و دکتر زنگ زدید؟ زنگ زده. خاله جان با نقلیات به دکتر برم. دراز کشد باز بدتر می شود. خودتر شینونی. با دادرم چی کار کردید؟ نرسته دور ایستید. برادر جانم بیا بیا. روزگار بیا نفس کش. بین من در همینجا. پسرم اگر با یگون چیز میشد غمی پدرت به من کم بود که باز غمی تو را خورم. تو چی میخوایی که تمامی عمر در حبس گذرد؟ مادرت درست میگوید. تو دیوانه شده ای پسرم. عقلت را خورده ای. بس کنید به من فشار نارید. آفرین به تو. گذشت دادر جان گذشت. بیا از اینجا رویم. چی خیلی آدم هستید ها؟ با شما نفرت دارم. خب کن. مادرت تو را هیچ تربیه نداده است. شما تربیه گفتید؟ تربیه دادن شما را دیدیم. در این کس مادر کلامت هستند؟ نه، مادر کلانی ما نیستند. اگر یک ذره پدری ما را دوست می داشتند با ما این طور معامله کردن را نمی ماندند. زنی پسری شما تیر خورد. می دانید پدرم چقدر مادرم را دوست می داشتند. روحی پدرم این را دیده چی طور سوخته ایستاده باشد. لعنت به شما و به خانه شما. همه وقت خوبی میکنیم. چرا با ما این روی داد؟ من هیچ چیز رو نمیفهمم. روزگار ایستا میافتی. جوابی همش رو میدهید. رو از پس کارا چاو که تگی پا نکنم. تو کی را تگی پا کردن میخواهی؟ تو خودت را کی میشماری؟ توبه توبه گم شو از پیشم که فلاکت روی میدید. به مادرش رفته است. از این ترزن 40 فرزند همی شد. دختری خاله تو به نزد آنها رو. پریشان نشو، بارون رو به یک جا روان میکنم. به خانه من میرود. باز به کجا میرفت؟ جانکی من با تو چی شد؟ البته ترسید. نفس گرفتن نمیتوانست. زخمی خورده که درد هم نمی کند. این حالو احوال را بینید. نبیرم با نبیرم دشمن شده است. شما هم میدونید که بیگناه نیستید. یعنی او هم کلین شما است، ولی این واقعه رو بینید بچه هایش چیکار کنند؟ مگر دروغ است؟ وای بیچاره زن از همش بیخبر است. از کجا میدوند که مراد اول نسرین رو نکاح کرده گرفته است؟ شاید اگر میدونست اویله دار نمیشد. خب اوزلیم خب. مادر جان من اوسیم رو خبر گیرم.
برای کار را کلان نکردن باید آنتیبیوتیک قبول کنید. زخمتان را تازه کرده استید. به دستتان زور نبیارید. شفای کامل میخواهم. سلامت باشید. تشکر عکیف. بیا. دیدی هیچ چیز نشده است. من با وی آدم باوری ندارم. یک بار زخمتان چطور گفته نپرسید. انیق آدمی کندل است. مادر جان دستتان را به دیگر دکتر نشان دهید. دخترها آرام شوید. من کمی به خدایم. ما چی را انتظار مادر جان؟ با فکرم خب نمیکنم ها؟ تو چیکار کرده ایستاده ای؟ الو، شکایت کردن میخواستم. چیکار کرده ایستاده ای؟ تو دیوانه هستی؟ شما به سر من بلا شدید. دیوانه رو بین. اصلا گم شو. با دخترم نرس. در جایتان شینید. کمابرم نرس. تو فکر داری که به جزا میمانی؟ گوش کنید. خب کنید. وگرنه من خب میکنم باز یکان خطایی کنید میکشم شما را. امشب به حضور خواب رفت دختری خاله. در قلف است. به جا نمی روند. اکا بعد چی می شود؟ اگر اونها سهر به پلیس خبر دهند چی؟ امشب به جا نروند. پگاه الهو به جهنم روند. اکا اگر اونها پسرم رو حبس کنند من زندگی کرده نمی توانم. چی میگویند؟ همگی یک زخم خورده است. کندال بچه جوان تیر پرانده است. این مگر یگان جزا ندارد؟ کی گفت که سلاح در دستی او بود؟ اگر یگان کس پرسد امروز باران در خانه نبود. فهمیدید؟ یعنی چی طور؟ نه آمده بود میگویید. در خانه رفیقم ایستم گفته از من اجازت گرفته بود. در سلاح هم ایزی پنجه اونست. گل زد در دست من. بعد از برآمدن اونا خانه رو نقص تازه میکنید. ولی زخم چی؟ خواهرم با عقل باش. شاید افتیده باشد. از کجا میفهمند؟ اگر عکیف رو شاهد کنند؟ هیچ چیز نمی شود. عکیف را پدرم خواننده است. به ما خیانت نمی کند. کندال وی سلاح را خواهی نخواهی گردانده میدیهی. دیدی به سر ما چی آورد؟ مادر جان. مادر جان نگو. وی سلاح را در خانه دیدم نمیخواهم. مایلش مادر مایلش. روید خوب روید. تو فکر داری مردی با سلاح تهدید کردن است؟ رفتاری تو را مردانه گفتن نمی شود. این بیعقلی است. شما فکر میکنید که من پشیمان میشوم؟ انتظار نشوید. از آن روزی که آنها آمدن ما آرام نیستیم. یا مان این را از کی یاد گرفتی؟ وای زن از شما خبر هم ندارد بچم. با 3 فرزند بی پول ماندند. آنها یگانه امید دارند زمین را فروخته از نو به پا خیزند. مگر تو این را نمیفهمی؟ چون که فقط با فکر امکت کار میکنی ها؟ مثل پدرت نه بلکه مثل امکت جاهل شدن میخواهی. همینطور؟ من خوبترش سگی امکم میشوم چون که پدرم فرزندش رو از خاطر برآورده بود. باران راه انتخاب کرده ای تو درست نیست. با امکت مانند شدن خواهی حبس میشوی. میفهمی؟ مثل شما شوم. حالا که شما هم مثل امکم شدن میخواستید. در جایت شین در جایت. اکا لبه دختری خاله. اکا دختر حقیقت رو میداند. چی؟ چه میگویی؟ پیش از به حجره در اومدن از من پرسید که شما تا کی حقیقت رو از ما پنهان کردن میخواهید؟ کی این را گفت؟ وای دختری دیوانه؟ نه دیگرش.
از کجا میداند؟ هیچ ممکن نیست. اکا نباشد چرا این طور گفت؟ شما مرا بی عقل فکر میکنید گفت. وای درباره زمین شاید گفته باشد. مادرش با محمود صحبت کرده بود. انشالله همین طور است. اکا من میترسم که آنها حقیقت را میفهمند. دختر خاله تو تماما نترس، فکرم نکن. این سر را من، تو و مادرم میدانیم. این سر با ما با آن دنیا میرود. تو رفته دمگیر رو. چندین سال در حبس روز را ماه را حساب می کردم. در بری فرزندم بوده نتوانستم. به وای رسیدن او را ندیدم. تو میدونی این چطور زخم است؟ شد تقا، هر کس هم خطا میکند. شما جزویتان رو دیدید؟ بله دیدم ولی گذشت. نه حالا هم در اینجا شب و روز چشمم را پوشم نپوشم در نزد چشمم است. تو میدانی کاری که در یک ثانیه میشود تا آخر از نظرت دور نمیشود. تو همین رو میخواهی. تقا، اگر وی رو کشتن میخواستم از سرش میپراندم. من فقط خواستم که از اینجا دفع شود. بچم تو مافیا هستی. کارد انبور سلاح تو به این حوزیسه نمیتوانی. برای همین میگویم که امکت به تو ضرر میآورد. شما اینجا زیسته نمیتوانید. او پدری تو نیست، پدری من است. خب رو.
نترسیدین منم. چی میخوایی؟ با شما صحبت کردن میخواهم. من با شما صحبت کردن نمیخواهم. تنها یک چند دقیقه التماس. به خاطر پسرم اومدم. فرزندهای من هم تیر خوردن مادرشان را دیدند. باران حالا جوان، خونش گرم است. فرزندهای شما رو هم خدا به شما بخشد. مگر آنها یگان وقت خطا نکرده بودند؟ پسری من مورچه را هم آزار نمیدهد. این جنجال ما رو دیده نادرست فهمیده است. از من چی میخوایی؟ پسرم را ببخشید. یگانه امید من باران است. معنای زندگیم. شکایت کرده حیات او را نسوزانید. همچون مادر از شما التجا دارم. به کجا؟ کمی کار دارم. اشتیای توم. دستتان چطور است مادر جان؟ خوب هستید؟ خوبم، پریشان نشو. سببی پدرم از همه آنها دورتر زیستنشان را فهمیدم. اکنون درباره این گپ نزنی میشود. مگر دروغ است؟ حاضری مثل که هیچ چیز نشده صبح ها ندارند. آمینه، یک لگن تیار کرده به آنها برده ده. درست گفتید مادر جان. بیچاره ها از دین شب هیچ چیز نخوردند. من میبرم. توشین اوزلیم. آمینه میبرد. الو جناب. سیبیل گوش کن. جیانی مرا باران را میدانی ها؟ برو به نزد تو روان میکنم. ولی جناب برای وی نه. تا زنگ زدن من در آنجا میستد. فقط همین. میستد ها؟ در آنجا شنه تلویزیون تماشا کند. من به کار باید روم. یعنی در خانه تنها میموند؟ امروز در خانه باش. خوراک پخته میدهی بچم گوشنه نماند. ها اگر یگان کس پرسد از دین نصف روزی در خانه تو بود. از نصف روزی؟ شب هم؟ به بلا دچار شده است؟ هرچی میگویم بکن. سوال دادن کاری تو نیست. اپا با کی صحبت کردید؟ از جای کار زنگ زدند. جانی که در بلا بوده است. چی؟ خودتان حاضر با تلفن پرسیدید؟ ها، آشپزی ما در آشخانه زنبروغ پخته خورده است. زهرناک بوده است. مرده است؟ نه جونکم، خدا نگاه دارد. بیمار شده است. برای همین زنگ زدند. خوراک نصف روزی رو تو پس گفتند. برای همین. تو چی ایستاده ای؟ یگان چیز بخور و برف. نه امروز با مکتب نمی روم. چرا؟ بیمارم. کمی میدم درد می کند. آیشه. لابای مادر جان. باران خوب استی پسرم؟ خوبم، خاطر نشوید. در نزد تقویت استی؟
амакам заварақро фиристоданд. ба куҷо? намедонам модарҷон. маълаш, хотир нашавед. хайр. صبح بخیر. به شما صبحانه آوردم. برای شما شاید بخیر باشد ولی لازم نه. ما کمی پس می رویم. من در اینجا میمانم. از دین باز یک برده نان هم نخورده اید. گیرید بچه ها، اقلا شما خورید. کشتن نتوانستید، اکنون زهر داده کشتنید. تو چی ها میگویی دخترم؟ توبه گوی. احوالت چخیل؟ سلامتیت خوب هست؟ اکنون عقلتان گرفت که میپرسید. نرنجید. دخترها کمی در هیجان هستند. با اشتهای تام حیوان، من تو را جندال از حد نگذران. مادر دخالت نکنید. با بچه ها برابر میشوی. به جایت شین. بشین. تو چیکار کردی؟ پرتافتم. لگن رو با پایان پرتافتی ها؟ علاوه بر این به نزد آنها. خوب کردی. به اینجا اومده خطای کلان کردیم. در آخر فهمیدید این رو مادر جان؟ همه چیز رو جمع کرده زودتر از اینجا رویم. اپا باوریم نمیآید مرا به این احوال به مکتب روان میکنید. امتحان نزدیک است. یک روز نروی از درس قفا میمانی. ولی من بیمارم. تو بیمار نیستی اویشا. گفته خود رو بیمار کردی. با تو یک دو چیز تیار کرده بودم، گرفتی؟ زودتر. میلش میگیرم. اپا شما چیکار کردید؟ موی هایت را نسترشان نکن. زودتر بیرو. رفت. ای خدا. گذر. توشین. من چای مونده میویم. و تو کمی گپ دارم. چی گفتنی دارید گویید. ما از اینجا می رویم. در پایان مرا انتظار شوید. من شما را تنها نمیمونم. دخترم مادرت رو نمیخورم. دو گپ دارم.
زودتر شد اپا جان، این سحر به شما چی شد؟ من به کار دیر میکنم. رفت. باز چی شد؟ شتاب کردم، سومکم را از یادم برآوردم. گیر. رفت، زودتر رفت. رفت اکنون. او کی بود؟ هیچ کس. به فکرم مهمان داشتی؟ ناراحت کردم. خواهرم بود. یک چیزش رو فراموش کرده بود. اینها چی هستند؟ گیر اینها را. رو در استانبول خانه اجاره بگیر و شما به یک چند وقت میرسد. چرا این طور کرده استودید؟ دیدی این جاها برای تو نیست. بیرو از اینجا. همش را از یادت برار. روی خاطر بارون کرده استودید؟ از بالای نبیراتون شکایت نکنم گفته. بچه هم خطا کرده است. من گوش او را میکشم. دستی تو باشد 10 روز نشده شفا مییابد. اینها را گیر و از پس زندگیت شو. با مهربانی شما حیران ماندم. با جیانتون شکایت نکنم گفته همه عزتتون را آوردید. لیکن وقتی که نبیرهایتون گوش نموندند و ما رو فریب کردنی شدند هیچ چیز نکردید. من از کار کندل خبر نداشتم. خواهی زمین را به کندل فروش پولش را از بالای این گیر. اینها را گیر به شما به 1 سال میرسند. مراد شما را بسیار دوست می داشت. شما مرا دوست نمی داشتید ولی روی خاطر او شما را حرمت می کردم. اما اکنون حرمتی من هم نماند. ابرو بسیار خوب نام من رو هم می دونستید. یکم بار از دهان شما شنیدم. چی قرار میدهی؟ زرتون در شما استاد. من فقط حق خودم رو میگیرم. دخترها جمدانها رو گرفته در پیش در انتظار شوید. گیر آسیم بیا با حجرات می رویم. غمگین نشو، به استانبول رویم دیگرش رو میگیریم. ایلش تلفن ها رو بده. البته جانکم، من موقتی گرفته بودم. وای
اگر فکرت رو دیگر کرده باشی من زمین رو میخرم. من زمینی میفروختنی ندارم. بیا با تو به یک نرخ بیاییم. وای زمین رو با تو فروختنی بودم ولی اکنون با من تلو دهید هم نمیفروشم. بهترش توفه میکنم. با تو هرگز نمیفروشم. میفروشی ابرو خانم، مرده میفروشی. این رو خودت هم میدانی. ما رو تماما نمیشناسید. چیکار کرده میتوانم حالا نمیدونید. مرا گوش کن زن شهری. اگر به من ضرر رسانی من هم میرسانم. سخت پشیمان میشوی. الو امک، مرا چرا به اینجا فرستادید؟ دیگر جا نبود؟ پسرم، عقل هیچ کس کار نمیکند که تو را در آنجا کابد. در همونجا باش. مرا میجویند؟ نه نمیجویند، ولی با تدبیر بودن لازم. ها بارون، به سیبل گفتم که تو از نصف روزی در آنجا هستی. دمگیر. این رو بین، یک تاکسی هم نیست. اینجا چی بدی دارد؟ در اصل مثل جنت. توبه، جنت رو بینند. با فکری من اینجا جهنم و کندال شیطان است. بارون رو هم از زیاد نبرورید. او هم از کندال کمی ندارد. شد دخترها آرام شوید. مادر جون با کدام طرف می رویم؟ با پلیس اگر رویم در دیگر طرف است. مهمان خانه می جوییم. چی مهمان خانه؟ مادر جون با فرودگاه نمی رویم. دخترها زمین رو نفروخته با کجا می رویم؟ مایلش از بالای بارون شکایت نمی کنیم مادر جون. اول یگون جای ایستادن یابیم. رفتیم. من در اینجا اصلا نمیمونم. میروم. عده رفتیم گفتم. الو جناب، ینگه ابرو و بچه ها مهمان خانه می جویند. چی؟ چی شده که آنها شکایت کردند؟ ایستا دختری خاله، با باران تعلق ندارد. ویزن با بچه هایش مهمان خانه می جستند. مهمان خانه؟ با کدامش می روند؟ ریزا، از پسشان رو. زنگ زن. البته جناب کندل. اطاعت جناب. شو جناب شو. خوش آمدید. با ما دو حجره لازم است. حجره خالی نداریم. تماما نیست. یک تا هم می شود. دو کت باشد شد. برای شما نداریم. برای ما؟ جا نیست، نداریم خانم.
رفتیم. در سواش انتظارم. تو را یاد کردم. ملیکا بیو پشتی مرمول به همه جای درد در آمد. وای مادر جان، آیا گل زنگ زد؟ با نامزدش جنگ کرده است. فاتحه را میگردانم گفته است. بسیار گریه کرد. من یک رفته خبر گیرم. یا توبه، جنگ آنها هیچ که تمام شود. من به تو میگویم که این طور نمی شود. دختر کمی پس می آید. من نباشد روم. میلش، ولی زود برگرد. کندل احمق از پس ماست. همش کاری او است. بله مادر جان، چرا رفته از بالای باران شکایت نمیکنی؟ حاضر فقط در فکر آن هستم که زمین رو فروخته از اینجا رویم. مادر جان، یعنی آنها به جزا میمونند؟ ادا، با فکرم تو کاری خودت رو از یاد برآوردی. با سیر و گشت میروم گفته 3 روز گم شدی. در کجا بودی نمیدونم. این مگر برابر است؟ باران مرا نپراند. مادرش سلاح رو میگیرم گفته ناخوش شد. تو باشد 3 روز گم شدی. تا حال نمیدونم در کجا بودی. گپ را دیگر جا نبرید. من هیچ کس را نپراندم. این گناه است. اکنون چیکار میکنیم؟ نمیدونم، فکر دارم. من دیگر در اینجا ایستادن نمیخواهم. به استانبول برمیگردیم. ادا، 3 تنگه پول داریم. با استانبول برگشته با این پول چیکار میکنیم؟ خوب هستی؟ درد میکند مادر جان؟ درد نمیکند، خوبم. با کجا میرویم؟ من با کجا رفتنمون رو میدونم. رفتیم. روزگار با کجا می روی؟ دیدی فکر کرد که پاموک است. اینه پاموک در اینجا چی کار میکند؟ با فکرم کندل کشته خورد. روزگار جان، با گربه است. پاموک نی، ولی بسیار مانند است. مانده های کار. سلامت باش دخترم، خوش آمدی. قربان تو شوم. گربت رو گم کردی؟ نه، خرگوشش را گم کرده است. از ما نرنجید. به حولی شما به اجازت در اومدیم. هیچ گپ نه، شما مهمانی ما هستید. تشکری زیاد. مزهش رو نچشیده با کجا می روید؟ مرحمت؟ نه، رفته نمیمونیم. حق چشمتان رو گیرید. بیا بچم، نو پختم گرمکک. مرحمت گیر. مرحمت به نزد دسترخوان. بسیار بامزه بوده است. دستتون درد را نبیند. با اشتیایتون گیرید آشتون شود. بله، بسیار بامزه است. در حیاتم اینطور بامزهش را نخورده بودم. مادری من بسیار بامزه میپزد. ما اکنون پول این را پرداخته می رویم. لازم نه. این طور نمی شود اپا. شما مهمان ما هستید. در اینجا از مسافران پول نمی گیرند. تشکری زیاد ولی خوب نشد. شد. برای همش تشکری زیاد. کم ایستید. پسرم می آید. کجایی که گوید برده می رسوند. با فرودگاه هم می برد. آدا، هیچ گپ نشد است مادر جان. از بیرون بسیار بوی خوش می آید. از اون من تیار است. تیار شد. سلام علیکم، خوش آمدید. سلام. اینها از آنی تو. باز آنها مسافرند یاری میدادی، ولی با کجا رفتنشان را نمیدونم. با کجایی که خواهید میبرم. بیایید رفتیم. کاش که وقت را داشته میشد و تو در آغوش من میموندی. کاش که اینجا را چنان دوست میدارم که مثل در دنیا فقط هر دوی ما هستیم. سربند نمیشد تو را به اینجا عروس می آوردم.
از اینجا به خانه می در آمدین. تصورش هم زیبا. ملیکه یک روز همش اجرا می شود میدونی؟ به تو وعده می دهم. گلم چی شد؟ چرا این طور نگاه داری؟ به من باور نمی کنی؟ باور نمی کنی؟ رجب غیر از این هیچ چیز نمی خواهم. ولی میدونی اکم مرا لایق تو نمی شمارند ها؟ من که و خواهر جناب کندل که من تو را دوست می دارم و باور می کنم. باور می کنی؟ یوسف می خواست ولی قهوه خانه رو به من دادند. خدا به شکر کار هم نز رفته ایستاده است. یعنی جناب کندل هم خدا به شکر از من راضی. کمی صبر بکن جانکم. اکنون کار اول خانه را تعمیر میکنم، از پسش میشوم. تو چه خیلی که خواهی، چیزی که خواهی همان طور میشود. بعد تو رو خواستگاری میکنم. شتاب نکن رجب. اکم حاضر از خود به خود است. ینگه ابرو به استانبول برگردند بعد نقض می شود. اکنون در حیاتم با تراکتور نشستم گفته نمیتوانی. تصور نمیکنی آرزوهایم عملی شد با یاری شما مادر جان. تشکر. با فکرم بسیار خوب. از ماشینی بالا کشاده چی فرق دارد؟ کورنمکی نکن، از پیاده گردی بهتر است. با کجا می رویم مادر جان؟ حالا هم نمیگویی؟ در زمین ما خانه است، با اونجا می رویم. یعنی چی طور در اینجا خانه داریم؟ بله، این توفای تویانای پدرت بود. تشکر. حقا امشب جای خوب داریم. همین رو خونه گفتید؟ این شرمندگی در اینجا ایستاده نمیتوانه. این طرف نکن، همه وقت مادرم را غمگین میکنی. من با استانبول برگشتن میخوام. من هم، ولی این طرف رفتار کرده باز مشکل تر کرده ایستاده. التماس. تمام شد. مادر جان همه جایش تورتنک در اینجا چی طرف می ایستیم؟ این گونه رفتار کرده باز مشکل تر کرده ایستاده ای. التماس مایا جان. فقط یک چند روز دخترها. زمین رو فروختن پس می رویم. کیست آنجا؟ منم فراد. در اینجا چی کار دارد؟ نمیدونم. آرام شوید. ابرو خانم بخیر است؟ سلام.
ما در یگان جای ایستادنی بودیم ولی در مهمانخانه جایی نبوده است. این کاری کندال چرا با ما اینقدر نفرت دارد؟ من نفهمیدم. او بیماری روحی دارد. خانه من در بر شما، مرحمت گذارید. نه تشکری زیاد. من حرکت میکنم که زودتر زمین رو فروشم. بچه ها در اینجا چخیل می ایستند؟ ما به یاری شما احتیاج نداریم. بله مادر جان، در همین جا انتظار میشویم. خوب نیست بچه ها، در اینجا زیسته نمی شود. بیایید رفتیم. زیر کن به نام خدا آواز سلاح رو شنیده دلم کفید. قریب کودکم رو می افتاندم. بسیار گپ نزن، گویا که پسر باشد. اما همسایه ها آواز سلاح رو شنیدیم گفتند، اما ما نگفتیم، باور کردند. درست گفتی، آفرین. میبخشید جناب. چه شد؟ چرا تعقیب نمی کنی؟ آنها رفتند جناب، با تراکتور سوار شده رفتند. با کدام حال دوچار شدنی زن شهری را بین؟ با تراکتور با کجا رفت؟ با فکرم با فرودگاه رفتند جناب. خاله حسیبه همین طور گفتند. حیوان با تراکتور چطور با فرودگاه می رفته است؟ جناب شما بسیار آدمی با عقل هستید. در میمانخانه جا نیافته چیکار هم میکردند؟ مجبور شده از اینجا رفتند. راه آنها راست به جهنم است. همین را فروخته می رفتند، خوبتر می شد ها؟ بسیار گپ نزن، رو از پسی کارا شو. بس تو باشد رفته کاغذ تیار کن زود. اوف، با این آدم باوری ندارم مادر جان. در اینجا با من فقط او یاری داد. به هر حال اکای نسرین تاغوی باران، با فکرم دورتر گردیم. فرات انسانی خوب است، باز با او بد رفتار نکنید. مرحمت نوشید. تشکری زیاد. من به حاجت خانه شما میرفتم. در درون از چپ. دستتون چطور؟ بد نه، کمی می سوزاند. بسیار غمگین شدم. با فکرم میخواست کشته پرتیان مگر نه؟ ادب تو چی گفته بودم؟ روزگار جون اقلا نیمش رو بینوش. شما یگان خریداری زمین رو میشناسید؟ البته میشناسم. این طور باشد سراغش رو گوید من روم. من خوبترش زنگ میزنم، او با شما یاری میدهد. الو حسن، در دکان هستی؟ وای من یک شناس دارم، زمینش را فروختن میخواهد. به تو روان میکردم، حاضر بیاید میلش حاضر روان میکنم. تشکر برای کار. شما را انتظار است. شد. عدا جان تو روزگار رو نگاه بکن. من هم میروم مادر. نه عدا نمیروی. در اینجا ایستادن نمیخواهم، میروم. بسیار یک رو مرا دیوانه میکند. هیچ گپ نیست، با شما همراه میشود. هر گوشش را گم کرد، برای همین غمگین. من نگاه میکنم، پریشان نشوید. مادر جان رفتیم. مادر جان باید با شما صحبت کنم. بعد صحبت میکنیم مایا جان. مادر جان بسیار مهم. مایا جان بعد گفتم من کار دارم. با کجا رفتند؟ به نزد خریدار رفتند. هی راه رو درست نفهموندم. مادر آنها رفتند. کی رفته است؟ آخر آنها به استانبول برگشتند. شکر خدا را شکر. بسیار خوب. با خدا که خوب شد، وگرنه من میترسیدم که باز بدتر میشود. همتون بسیار خرسند شدید. نسرین
агар хоҳӣ дуд барор тақсим кунем. O'zlem, man turo. O'zlem, qahvatro bar. مادرجان شما نرنجید ولی طاقت من هم طاق شده ایستاده است. شد اپای نسرین شما حق هستید. алло, ҷаноби Кендал, хоҳарам ҳаминҷост. ӯ чӣ қадар дар инҷо меистад? شد حاضر زورق را روان میکنم. بگو پسرم تیار شد. مایلش جناب. چای می نوشی مایه؟ تو را با صدف شناس میکنم. صدف، این دخترم، این اکای تو روزگار مهمون ما. اگر نفروشد چی می شود؟ میفروشیم دخترم، روحش رو یافته میفروشیم. از آن روزی که آمدیم همین طور میگوید. از دستم چیزی که میآید کرده ایستادم، نمیبینی؟ اگر نشود با نرخ تکلیف کرده کندال به دیگر کس میفروشم. دیگر فکر هم ندارید ها؟ یگان وقت هم نبود. پدرم همه وقت پیشکی فکر میکردند. مگر دروغ است؟ جانکم، چرا تلفنی تو همه وقت خاموش است؟ البته باید صحبت کنیم، بسیار مهم. این تلفنی مایه، از آنی من شکست. به همین رقم زنگ زن. شما اون طرف ها رو میدونید؟ میدانم، ولی ما آنجا رو فروخته نمیتوانیم. چرا؟ چون که هیچ کس نمیخرد. من شنیدم که محمود دمیر خریدن میخواستند. این طور باشد به او میفروختید. چرا به نزد من آمدید؟ چون که جنابی فرد گفتن که شما یاری میدهید. اقلا به یگان جا اعلان دهیم. من نمیدانستم که شما را جنابی فرد روان مادر کرده جان است. چی شد؟ جناب نیتی به ما یاری دادن ندارند. رفتیم دخترم. برادر، ینگت زمین رو فروختنی آمد. چطوری که مصلحت کرده بودی، ولی یک چیز گفتنی هم. فهمیدم حسن، فهمیدم برادر. هیچ گپ نه. برای کار زن شهری نرفته است. چیکار کرده است؟ در کجا بوده است؟ حرکت زمین را فروختن دارد. باید این طور نمی کردی. کار را باز مشکل تر نمی کردی پسرم. من چیکار کردم مادر جان؟ اکا اگر نرخ رو پس نمیزدید پولشون رو گرفته کیها از اینجا رفته بودن. من گفتم که وکالتنامه رو روان کن، پولت رو گیر. خودش خسته آمد. با جای به من کار یاد دادن به اکاد یاد ده. با اکام؟ با زنک شهری یاری میداده است. حاضر حسن گفت. با یک رفیق من یاری دید گفته است. آنها کی رفیق شدند؟
хуш омадӣ. дарсҳоят чӣ тавр гузашт? хуб. саломатият чӣ тавр? беҳтар. бисёр хуб. ман гуфта будам. апа, вай бача дар хонаи мо чӣ кор дошт? кадом бача? бачае ки аз хонаамон баромад. борон. рафтани ӯро дидам. ту боронро аз куҷо мешиносӣ? ҳамсинфам. ҳамҷияни раиси шумо будааст. иҷора пулиро гирифтанӣ омад. магар шумо ҳафтаи гузашта пули иҷораро надода будед? аз ёдам баромадааст. вале пардохт кардан гуфтед. фаромӯш кардам. гапро зиёд накун. гапро зиёд накардам апаҷон. парешон шудам. чӣ ҷои парешонӣ? бача дар ин ҷо кор доштааст. омад гирифт ва рафт. чӣ кор доштааст? ман аз куҷо медонам оиша? напурсидам. шуд апаҷон. чаро шумо имрӯз ин қадар асабӣ ҳастед? асабӣ нестам оиша. бирав. либосуатро иваз кун. аз вай бача ҳам дур гард. аз борон? чаро? дур гард гуфтам, дур гард. монед модарҷон, онҳо ақлашонро хӯрданд. салҷуқ, то ҳоло телефони ту хомӯш. илтимос ба ман занг зан. дигар харидор набудааст. мешуд ҳам чӣ мешуд? чӣ иваз мешуд? намедонам. ҳамаашон гапро як карда як чиз мегӯянд. гапро як накарданд, ба онҳо ёд доданд. ин ҳама кори кендал аст. шумо бошед то ҳол боронро ҳимоят доред. рафта шикоят кунем, ҳамаашро гӯем. садаф, ман ҳозир меоям. рӯзгарҷон, ту аз ин ҷо ба ҳеҷ куҷо нарав майлаш. насрин? ака, шумо чаро ба он зан ёрӣ медиҳед? ёрӣ надиҳед, нагуфта будам дилам пора пора мешавад. хоҳарҷонам, маро хоҳар нагӯед. вай зан чӣ гуноҳ дорад? агар кендал ноҳақӣ намекард, ин тавр намешуд. заминашонро фурӯхта кайҳо аз ин ҷо мерафтанд. ҳоло ҳам ӯро ҳимоя мекунед? ман агар тарафдори ту набошам, акаи ту шуда метавонистам. шумо бояд тарафдори ман бошед. аммо шумо бошед ба ӯ ёрӣ медиҳед. вай зана кӣ аст, Насрин? ӯ ҳам зани Мурод аст, мисли ту. не, дурӯғ. зани Мурод ман ҳастам. ӯ аз болои ман омад, шавҳарамро дуздид, ҳаётамро сӯзонд, писарамро бепадар мононд. хоҳарҷонам, наздик нашавед. ягона одами наздики шумо ман будам. духтаратонро гум кардед, занатонро гум кардед. акнун маро ҳам гум кардед. шумо дигар акаи ман нестед. ту чӣ гуфтанатро мефаҳмӣ? Насрин! او هم زنی مراد است مثل تو. نه، زنی مراد من هستم. او از بالای من آمد، شوهرم را دزدید، حیاتم را سوزاند، پسرم را بی پدر ماند. Apa, dar kujо?
شکایت؟ شما چقدر که میخواهید ایستید ولی من اصلا نمیایستم. با کجا میروی رئیسا؟ یک جای حل میکنیم. من هم برای همین حرکت دارم. آده یک دقیقه ایستاده هستم درد دارد. بعد چرا تو چنان رفتار داری که همش گناهی من باشد؟ چون که گناهی شما است. کاش که به جای پدرت من میمردم. کاش که بیا خیز به خانه می رویم. بیا. همش رو میدونم که پدرم با خواهرش مویله دار بودن. در حجره رسمی توی را دیدم. نسرین خانم را نکاح کرده به زنی گرفتن. برای همین با ما نفرت دارند. در اصل دختر خوب است. او را هم بفهمی خوب می شود. میلش مادر و ما چی گناه داریم؟ هیچ کس گناهکار نیست. گوش کن نسرین، از مادرت پیشتر با پدرت یک توی کلان آراسته عائله برپا کردند. بسیار خوشبخت هم بودند. پدرت در اینجا زیستن نتوانست. از اینجا رفتن میخواست. بعد نسرین را گرفته به استانبول رفتند. در آنجا کار کردند. نسرین دختری همینجا در استانبول ایستاده نتوانست. بسیار جوان هم بود. در یک ماه یکشم بار برآمدن می آمد. بعد با مادرت شناس شدند. به یک دیگر عاشق شدند. با مادرت عقد نکاح کردند. پس نسرین ماند. ولی پدرت را که دوست می داشت سالهای دراز خاموش استاد. یک کلمه گپی زیادتی نگفت. همش را به دلش نگاه داشت. باوری هم نمی آید. همه این مثل کوبوس است. پدرم سالهای دراز ما را فریب کردند. به فکری شما با مادرم نقل کنم. مگر به همین هم به مادرت مشکل نیست؟ اگر اینا فهمند بغیر از غم چی فایده می شود؟ از اینجا می روید بگذار همش همین طور ماند. بیا خیز به نزد روزگار می رویم. اکای فیرت باران برادری ما است. بله برادرت. پدرتان یک تو. اپای نسرین؟ مادر جان پسرم در کجا بودید؟ خوب هستید؟ خوبم. تو در کجا بودی؟ در همین جا شما رو انتظار بودم. جانکی من به نزد اکات رفته بودی دخترم؟ من اکنون دیگر اکا ندارم.
амак чӣ шуд? рав модарат ба ту нақл кунад. бача ба тағо меравад мегӯянд, вале борон ба ман рафтааст. салом. хуш омадед. иншолло бачаҳо шуморо ғам надоданд? не, мо бисёр хуб вақт гузарондем. майя, чӣ кор карда истодаӣ? ба амаки фиради ёрӣ мерасонам. рӯзгар, ту разм кашида истодаӣ? чӣ шуд модарҷон? ада дар куҷост? каме гапамон гурехт. сайру гашт дорад. боз чаро гапатон гурехт? кори замин ҳал нашуд? кендал шанверди иҷозат надод. пеши кори моро гирифтааст. чаро ҳама аз ӯ метарсанд? чунки ӯ одами бад аст модарҷон. бинед ба ҳама бадӣ мекунад. кӣ медонад бо дигарон чӣ тавр муомила мекунад? медонам. чой биёрам? майлаш, менӯшам. ада телефони маро гирифтааст. маро асабӣ кард. аҳамият надеҳ. биёяд мегирӣ. ақаллан шумо душманӣ накунед. шумо захматонро бо дору тоза кардед? тамоман аз ёдам баромадааст. ин тавр накунед модарҷон. яке микроб пайдо кунад. ягон вақт мекунем. ман дар боло дороҳои лозимаро дорам. агар хоҳед меорам. майлаш, биёред. дер боз намеояд. албатта аниқ. уф, аз куҷо медонам? модарам заминро фурӯхта бармегарда мегӯяд, вале нашуда истодааст. салчуқ, инро бояд ҳал кунем. ман бисёр метарсам. шуд. ман ягон роҳашро ёфта бармегардам ба он ҷо. номи дӯстат чӣ буд? шоҳин буд? албатта меёбам. ягон касро мепурсам, нишон медиҳад. салчуқ, қувваи электрикии телефонам кам аст. ба он ҷо расидам, аз нав дар мегиронам. ту ба шоҳин занг зан. ин рақамро деҳ, занг занад. майлаш. аслан падарам бояд ба наздам меомад. ӯро интизор будам. баъд амак бачаам занг зад. гуфт ки падарам ба садама дучор шудааст. ваҳ духтарам, иншолло ки ҳамаш хуб мешавад. ташаккури зиёд. албатта шунидан пас зуд аз хона баромадам. пул нагирифта баромадам. дар кадом беморхона будааст? то он ҷо туро мебарем. вай намедонам, телефонам хомӯш шуд. шумо маро то наздики қалъа баред, бас аст. миннатдор мешавам. намешавад духтарам. амаки ҳоҷият бурда ба оилаат месупорад. лозим не. амак бачам омада мегирад. боварӣ дорам. фақат каме зудтар мерондед. вале ин тавр намешавад модарҷон. инро тоза карда намегӯянд. ин тавр нагӯ майя. ин хел беҳтар аст. ташаккури зиёд ҷаноби фират. ҳеҷ гап не. майяҷон, ту адаро фарёд бикун, акнун баргардад. майлаш. гуруснаед? хӯрок тайёр аст. ҳозир гарм мекунам. боз ягон салат ҳам мекунем. илтимос заҳмат накашед. шуморо бе ин ҳам нороҳат кардем. ин тавр нагӯед. мо ҳозир бо рӯзгар ҳал мекунем. рафтем. тағоям тағогариро донанд. бинед амакамро? аз падарам беҳтар моро нигоҳ мекунанд. тағоям ғайр аз дастгирии вай занак чӣ кор карданд? аммо шумо парво накунед. ман рафта гап мезанам. не писарам, ту дахолат накун. ӯ акаи ман аст. ман меранҷам, ба ғазаб меоям. вале ту ҳақ надорӣ борон. ӯ тағоят мешавад, фаҳмидӣ?
جان آدم نیست. چطور نیست؟ نیست، همه جا رو دیدم نیست. لب دریا رو دیدی؟ بله دیدم. با کجا رفته میتواند؟ نمیدونم مادر جان. حاضر او را میابیم. نه ترس روزگر جان. ادا! 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 دیگر جا را میبینیم. ای خدا چرا سرمون فقط در بالا است؟ انیق در یگانجا پنهان شده است. برای شما را جزا دادن کرده است. خدایا کاش که همین طور میشد. پریشان نشوید، هیچ چیز روی نمیدهد. میبخشید. لبه خواهر جان. وای قلا در کدام طرف؟ از اینجا راهی کوتاه بوده است. روش بیرو با دست چپ که گشتی از پیشت میبراید. تشکری زیاد. تا حال تلفنش خاموش است. انیق چیزی روی داده است. نه مادر جان این طرف نگویید. شاهین؟ ادا؟ اوف تو رو دیده خیلی خرسند شدم. از شناسایی خیلی شدم. منم بسیار شدم. از من نرنج ولی من کمی شتاب دارم. پول رو میدادی؟ حالا باز با فرودگاه باید روم. پول در بر ندارم. یعنی چی طور؟ ولی سالچوق گفت که اینقدر پولی کران رو گرفته نمیگردم. میدونی که من دانشجویم. شد پروانه کن میابم. ولی اگر خواهی تو رو اول به خونه برم. کدام خونه؟ در کوچه انتظار میشوی. کمی دمگیری خوب میشود. مایلش ولی زودتر باش. مایلش رفتیم. کمی سیر و گشت میکنم. گفت تا اینجا آمده نمیتوانیست. به استانبول رفتن میخواهم میگفت. باز استانبول نرفته باشد. پول ندارد. با کجا میرود؟ انیق با او یگون چیز روی داده است. یک دقیقه نقلیات رو دارید؟ چه شد؟ با کجا؟ در کجا بودنی در من میدونم. شما در همین جا استید. مادر جان با کجا؟ انا آمدم به این طرف. اهمیت نده. خانه رو نگذاشتم. حاضر. خب
салчуқро аз куҷо мешиносӣ? дар истироҳатгоҳ шино шудем. дар ҳамон ҷо кор мекард. баъд дӯст шудем. ҳамин тавр? коре намондааст ки салчуқ накарда бошад. ба фикрам аз ин ҷо нестӣ? бале, хонданӣ омадам. ҳозир меоям. ада, бисёр монда шудӣ. каме бинӯш. марҳамат, бишин. ором шавед, модарҷон. акнун худамон мондем. ада! бисмилла. ада! борон! ада! писарам, борон! ада! борон! ада! چه شد ابرو خانم؟ یا اینکه در خانه‌ات موش را دیدی؟ میگویم که بدریان خانه‌ای که برمیگردی زده برآمده نمیروند. دخترم رو کجا کردی؟ تو چی میگویی؟ کدام دختر؟ آده در کجا؟ دخترم رو برگردان کندال. بسم الله. در یکم روز دخترت را گم کردی؟ تو اول رفته عقلت را به جایش بیار. میدونم گم نیست. تو او را دزدیدی. الله الله، آب و هوای اینجا به تو نفاریده است. دخترت را نه عقلت را گم کرده ای. دیدم از پس ما آدمی تو بود. دخترم را برگردان. برگردان دخترم را. янга илтимос ором шавед. زمین را میخواهی؟ بگیر از تو باشد، ولی دخترم را برگردان. تو چیا میگوییم؟ ما راهزنیم. دخترت را دزدیده چیکار میکردیم؟ اگر با او یگان چیز روی دید همتان پشیمان میشوید. باران هم تو را هم پشیمان میکنم. همتان را حبس میکنم. دخترم آرام شو، آرام. با ما هم نقل بکن. آده دخترم. به فکرم تو حال هم نفهمیدی. باران دخالت نکن. شما در کجا بودید؟ دختری تو در اینجا نیست. گوش کن، گذشته شین. دخترت رو میابیم. گیر دستت را. اکنون به هیچ کسی شما باوری ندارم. هی داد و وای نکن. ما به دخترت هیچ چیز نکرده ایم. سری شما کرده از قدریه خانم. تمام مهمان خانه ها با ما رد کردند. خریدار را هم ترسانده است و از پس ما آدم ماند. دختری من گم است. دختری مرا پسر شما دزدیده است. با سلامتی تو؟ چرا اینقدر بازی داری؟ من فقط پول رو گرفته رفتن میخواهم. اگر نیابی مایلش کوچولو صبر بکن. من تو رو فقط آرام کردن میخواستم. تو جواب این رو میدهی. اگر تاری موی سری دخترم ضرر بینه تو رو میکشم. گم شو دیوانه مگر. янга илтимос. مادرم در کجا؟ در همین جا بود. مادر! سگی دیوانه به پیشش کسی ناید میگزیده است. به کجا رفته باشد؟ تا حال برنگشته است. تلفنش هم خاموش است. آرام شو زیبایک. چی در آرام باشم سالچوق؟ من چرا تا حال او را انتظارم؟ تو توسط اینترنت به من بلیت بگیر. در فرودگاه مرا پیشواز بگیر. زیبایک من کار دارم. با اینترنت وقتی در اومدن هم با شاهین زنگ زن. زودتر باشد سالچوق. سالچوق. قوه الکتریکی هم تمام شد.
чӣ тавр бародар, арӯсатро ба Истанбул равон накунам? ба сарам бало карам. агар ба ин ҷо ояд дардисар мешавад. Модараш шояд шикоят кунад. ба ман чӣ лозим? падараш мурдааст, гум шудааст, ин ҳам аниб нест. муфлис шудаанд. дар кӯча мондааст. акнун ман чӣ кор кунам? Вай дар хона интизор. равад гум шавад. бале ҷаноби сардор, абру шанвирдиро ман парондам. фаҳмидам насрин хонум, вале силоро аз куҷо ёфтед? абру хонум? накун. چیکار میکنی تو؟ آرام باش خوشرویک. نرس با من، تو مستی. بیا از من نگریز، بیا. نرس با من. اینسان با دوست داشته رفیقش همین طور رفتار میکنن. سلچوق فهمد اگر. سلچوق تو را دیدن نمیخواد. تو چی ها میگویی؟ تو دیوانه هستی. چیزی نکرده بودید همش رو نقل کرد. چی کاری که کنی کردن گیرگو. دروغ میگویی. سلچوق اصلا این طور نمیگوید. تو تا حال سلچوق میگویی. هی با اینجا بیا. نه من از او بهتر. یاری دیه. یاری دیه.